بعض اوقات فکر میکنم که اگر من کم دوا بخورم به زندگیم پایان بدم شاید تمام مشکلات حل شد. چون وقتی که من اما بار دیگه که آمد تمام ما دخترها در گروه پیام ماندن، همگی ما پایلوچ او طرف زمین هاست، همگی زن مرد اطفال همگی اونم او طرف دویدن. دفعتا شوهرم میگفتم تو بر داخل تشناب شو یا اطفالم امرایت ببر، خیر ما پیش میرم اگر ببینه تنها مرا ببره. اطفالم ناخون خودم میجوند، یکی دیگر هم میزنن. به دلیل چی؟